امروز هم اومدیم دوباره با چالش فقیری و پولداری، ولی این سری کاملا متفاوت. قرار چاپ یعنی سگ فرانکلین از فقیر بودن و بیپولی به پولدارترین سگ دنیا تبدیل کنیم. این ویدیو رو حتما تا آخرش ببین، مطمئنم عاشق این ویدیو میشی. بچه واقعا زندگی خیلی سختی داریم، نه غذا داریم نه خونه داریم، زیر این پول زندگی میکنیم و فرانکلین هم که اصلا نمیتونه کار کنه، ولی دستش درد نکنه بعضی وقتا کار میکنه و واسم غذاهای خوبی میاره. منم کلا تو خیابونا میگردم تا برای خودم ببینم میتونم یه غذایی پیدا کنم یا نه. واقعا از این زندگی بچه خیلی خیلی خسته شدم، چون نه خونه داریم میگم نه غذا داریم. حتی بچه من تو عمرم یه غذای درست حسابی هم نخوردم، همیشه آشغال و اینا پیدا میکردیم و اونا رو میخوردیم. مثل همین الان که دارم میرم توی شهر بچرخم و تا برای خودم یه غذایی ببینم میتونم پیدا کنم یا نه. بچه این رفیقم جکه که جک هم هر از چنگایی واسم غذا پیدا میکنه و غذای خوبی میده و خوش به حال. بچه اون سگه نگاه کنی، یه سگ پولداره که صاحبش کلی واسش غذاینا میده و همیشه غذاهای خوب میخوره و شبا خوابیدن یه جای گرم و نرم میخواد. واقعا خوش به حالش، خیلی دوست دارم جای اون سگ زندگی کنم. هی بذار ببینم توی این جبه میتونم یه غذایی پیدا کنم یا نه. بذار ببینم بچه اینجا چیز او سگ پولدار اومد. سلام، خوبی؟ واسه ببینم داری چیکار میکنی؟ دنبال غذا دارم میگردم دیگه، دارم دنبال غذا میگم، خیلی گرسنمه. آها تو یعنی صاحب پولدار نیستی که بهت غذایی بده؟ نه راستیتش اصلا پولدار نیستیم. بعد تو چجور پولدار شد؟ چجور تونستی یه صاحب خیلی پولدار پیدا کنی؟ میخوای بهت یاد بدم که چجور پولدار شی؟ واقعا میخوای بهم یاد بدی که چجور پولدار شم؟ آره حتما. ببین باید طلا پیدا کنی. طلا یه چیز آهنیه که خیلی خیلی ارزش داره، خیلی هم خوشرنگه، یعنی ببینی سری میفهمی که طلاه. باید اول اون رو بو بکشی و پیدا بکنی، به صاحبش که بدی به تو غذاهای خوبی میده. گفتی اسمش طلاه؟ چی هست حالا؟ ببین یه چیزی مثل سنگ میمونه. یه چیزی مثل سنگ. خب اینو من اگه به صاحبم بدم به من غذاهای خوبی میده، یعنی پولدار میشیم؟ آره این طلاه خیلی سخت پیدا میشه، یعنی آدما نمیتونن پیدا کنن. ما سگا هم با بو کردن میتونیم این سنگ رو پیدا کنیم. جدی چقدر خوب. بعد میتونی بهم یاد بدی که چجوری من این طلا رو پیدا کنم؟ آره بیا بریم یه دونه بهت نشون بدم تا یاد بگیری که چجوری طلا پیدا کنی. آره حتما من میام. وای بچه الان بهم میخواد یاد بده که چجوری من طلا پیدا کنم، بعد طلا بتونم پیدا کنم بدم به صاحبم یعنی فرانکلین، مثل اینکه بهم غذاهای خوب میده و پولدار میشم. خیلی برام عجیبه. بریم ببینیم این طلا چیه. بیا اینجا یه دونه پیدا کردم. بچه‌ها یه بوهای عجیبی میاد، یه چیزی که انگار یه آهنی که یه جوریه، انگار یه آهنی که بوی جدیدی داره. چیه اینجا الان طلا داره؟ طلا پیدا کردی؟ آره زیر این درخت رو ببین، یه چیز زرد سنگه. سنگ زرد. خب آره اینها دیدمش. چه بویی هم داره، یه بوی عجیبی داره. اوکی ببین این همون طلاه، اینو الان به صاحبت بدی بهت غذاهای خیلی خوبی میده. واقعا الان یعنی من یه تیکه سنگو بدم پولدار میشم؟ پولدار نه، این خیلی کوچیکه، ولی خب میتونی اگه بزرگش رو پیدا کنی واقعا پولدار بشی. یعنی اگه من کل روزمو وقت بذارم همه جای شهر رو بگردم میتونم طلا پیدا کنم؟ آره دقیقاً همینطوره، ولی این هم زمان برای خیلی سخت پیدا میشه. بابا من راضیم صبح تا شب بگردم فقط این طلا رو پیدا کنم، یه غذای خوب بتونم داشته باشم، شبا جای نرم بخوابم. آره اگه بتونی پیدا کنی که خیلی وضع خوب میشه، حتی میتونی مثل من زندگی کنی. اگه بتونم مثل تو زندگی کنم که خیلی عالی. پس بذار من اینو ببرم به صاحبم بدم دیگه، دست درد نکنه. خواهش میکنم کمک خاصی من بازم مرکز شهر زیاد هستم، صاحبم اونجا خیلی میاد، اگه دوست داشتی بازم همو میبینیم. حتما خیلی خوشحال میشم که بازم هم ببینیم. بچا من اینو بردارم. آقا برو بریم. بچا اینو برم به فرانکلین بدم، اینم واقعا خوشحال میشه. یا این سگ اسکلمون کرده و میخواد منو اذیت کنه، چون ما پول نداریم حتما میخواد ما رو اذیت کنه. ببرم به فرانکلین بدم، بعد به فرانکلین بگم ببینم الان این سنگه باعث میشه که ما غذای خوب بخوریم یا شب جای خوب بخوابیم یا نه. بودو بذارینم فرانکلین. آها اینم از این. فرانکلین الان میتونیم بریم غذای خیلی خوب بخریم و بخوریم؟ وای چوب باورم نمیشه. اینو از کجا پیدا کردی؟ فرانکلین من اینو توی کوه پیدا کردم، یه سنگه رو دیدم خیلی برق میزد، گفتم بردارمش. وای باورم نمیشه. حاجی این طلاه. طلا؟ آره بچه اون سگم بهم گفت اسمش طلاه. آره از همونی که میگیه. چوب باورم نمیشه. این باعث میشه که ما کلی پول داشته باشیم. الان کلی قیمتشه. واقعا؟ پس بچه‌ها سگی الکی نمیگفت، واقعا مثل اینکه ما قرار پولدار بشیم. فرانکلین الان یعنی من اینو بهت دادم میتونیم غذاهای خوب بخریم و بخوریم یا یه خونه داشته باشیم، من دیگه توی اون کارتونه نخوابم؟ آره 100%. بیا بریم تبدیل به پولش کنیم. تبدیل به پول کنیم؟ 3 روز بعد. و اینکه بچه‌ها اگه لایک این ویدیو رو به بالای 5000 تا برسونید دوباره میام چالش فقیری و پولداری و هر کسی که شما توی کامنت اسمشو بگین چالش فقیری رو با اون شخص میدیم. پس حتما اسمشون رو تو کامنت بنویسین و ویدیو رو هم لایک کنی، چنلم یادت نره که حتما سابسکرایب کنی. چوب دمت گرم که اون طلا رو پیدا کردی. الان نگاه کن این خونه رو ما داریم، راحت میتونیم توی این خونه زندگی کنیم و اندازه 1 سال هم پول غذامون رو داریم. دمت گرم. ولی چوب اگه تونستی حتما دوباره از اون طلا پیدا بکن. از اون طلا باشه اگه تونستم حتما پیدا میکنم. بچه‌ها الان اون طلا رو
نمیدونم فرانکلین برد کجا تبدیل به پولش کرد و اینا. این خونه رو خریدیم، زیاد خونه خفنی نیست ولی خب حداقل بچه من یه خونه دارم و غذا نگاه کنید بعد از مدت‌ها یه غذای خوب دارم میخورم و فرانکلین مثل اینکه این کاری که انجام دادم و خیلی دوست داره و کلی ازم تشکر کرده و گفته اگه بازم پیدا کنی میتونیم خونه‌های خفن‌تر با هم داشته باشیم و غذاهای بهتری بخوریم. و منم الان خیلی مشتاقم که بچه دوباره برم دنبال طلا ببینم میتونم پیدا کنم یا نه. فرانکلین اگه کار نداری من برم ببینم میتونم بازم طلا پیدا کنم یا نه. آره چاپ حتما برو، دمت گرم، خیلی دوستت دارم. منم دوستت دارم، دمت گرم، برو بریم. آقا بریم ببینیم طلا پیدا میکنیم یا نه. 12 ساعت بعد. وای بچه امروز کلی اینجاها رو گشتم و الان خیلی خستم، چشم اصلا باز نمیشه، از خواب دارم میمیرم. ولی بچه من هیچ طلایی نتونستم پیدا کنم، یعنی هر چقدر اینجا رو حالا گشتم و بو کردم هیچ چیزی نبود. یکم ناراحتم، احساس میکنم که اون سگه خودش از عمد رفته بود که اون طلا رو گذاشته بود اونجا تا من پیداش بکنم. ولی خب الان من بچه هیچ چیزی نتونستم پیدا بکنم و دست خالی دارم برمیگردم خونه. روز دوم در حال جستجوی طلا. بچه الان فکر کنم دیروز که هیچی نتونستم پیدا کنم، الان روز دومه که بچه دوباره اومدم این کوه‌ها، کلا خارج از شهر اومدم این سری، دارم دنبال طلا میگردم که ببینم اینجا هم طلا چیزی میتونم پیدا کنم. یه دونه سنگ پیدا کردم بچه ولی خب طلا نبود، مطمئنم طلا نبود ولی رنگش که خیلی شبیه طلا بود. الان اینجا کوهو دارم میگردم ولی خب سمتو نگاه کنم ببینم بچه هیچ چیزی نمیتونم پیدا کنم. نمیدونم، میترسم که اون طلا از عمد اونجا یه نفر گذاشته باشه و منو سر کار گذاشته باشه. ولی خب خدا رو شکر اندازه 1 سال غذا دارم و غذاهای خوبی میخورم. امروز هم بچه بریم که تا شب بگردیم ببینیم میتونیم چیزی پیدا کنیم یا نه. و بچه همونطور که میبینین چاپ روز دومم صبح تا شب داشت میگشت ولی خب هیچ طلایی رو نتونست پیدا کنه و ناامید داشت به سمت خونه برمیگشت. روز سوم و در حال جستجوی طلا. بچه الان روز سومه و اومدم بیابون، این سمت اصلا نیومده بودم ببینم اینجا میتونم طلا پیدا کنم یا نه. بچه وایسین ببینم، یه حس عجیبی دارم، انگار مثل همون حسی که طلا پیدا کردم دقیقاً یه همچین حسی دارم. بذار ببینم از این سمته. بچه اگه طلا باشه واقعا خیلی خوشحال میشم چون فرانکلین بهم قول داده که یه خونه خیلی خفن‌تر واسم بخره. از این سمته اینجا یه چیزی هست. کجا میتونم برم تو؟ بچه همین اطراف دارم احساسش میکنم که یه چیزی مثل طلا هست. ببینم اینجاها. بچه دوباره طلا پیدا کردم. ایول این یکی چقدر بزرگه، بس بردارم ببرم به فرانکلین بدم، مطمئنم خیلی خوشحال میشه. آقا برو بریم، روز سومه که تونستم طلا پیدا کنم دوباره. ولی 2 روز قبلی هیچی نتونستم پیدا کنم، یکم ناامید شده بودم از زندگی. ولی الان فهمیدم که سگه بهم دروغ نمیگفت و راست میگفت بنده خدا. واقعا توی طبیعت ما میتونیم که بفهمیم کجاها طلا هست و کجاها طلا نیست. ولی آدما بچه یه چیزی به اسم طلایاب بود دستگاه که عکسش این بغل میاد، با اونا فقط میتونن پیدا کنن ولی ما خودمون میتونیم پیدا کنیم. الان این طلا رو بدم به فرانکلین 100% خیلی خوشحال میشه. خب بچا رسیدیم، طلا رو گذاشتم اینجا. بذار به فرانکلین بگم که بیاد. فرانکلین چی شده چه خبره که اینقدر خوشحالی؟ فرانکلین دوباره پیدا کردم، دوباره از همون طلا که همون سنگ زرد رنگ بود پیدا کردم. چی واقعا؟ کجا؟ اینها بیا اینجا نگاه، اینها همینه. وای چاپ باورم نمیشه، این خیلی بزرگه و نزدیک 1 کیلو وزنشه. 1 کیلو وزنشه یعنی خوبه یا بده؟ این عالیه پسر، وای میتونیم یه خونه خیلی بزرگ و بهتر بخریم. بچه باورم نمیشه، پس یعنی داریم خونه خفن‌تر می‌خریم و زندگی بهتری داریم. فرانکلین فقط میشه خیلی زود اون خونه‌ای که میگیو بخریم؟ آره حتما، همین فردا می‌خرمش. 1 هفته بعد. بچه الان حدود 1 هفته گذشته. بچه الان یه خونه دارم که اصلا اسمم بالای خونه زده و گوشت و اینا قشنگ، غذا هم دونو دارم و 2 تا ظرف پر و کلی اسباب بازی خفن که واقعا این خونمون خیلی خفنه. استخرم داره. تازه بچه فرانکلین رفت یه ماشینم خرید. اینها فرانکلین هم اینجاست. این ماشینو خریده که خیلی خوبه. بچه هر جا می‌خوایم بریم سوار ماشین میشیم میریم و خیلی زندگیمون راحت کرده. داخل خونمون هم بچه بخوام بهتون نشون بدم این شکلو دیگه فکر کنم 100% همتون دیده باشین خونه رو قبلا. خیلی خونمون رو دوست دارم و ویوش هم واقعا عالیه، یکی از بهترین محله‌های شهرم هست. باورم نمیشه که بچه من حدوداً 1 ماه پیش بود که داشتم یه جای مزخرف زیر پل زندگی میکنم و الان توی این خونه به این خفنی زندگی میکنم. ولی خب بچه تصمیم گرفتم که دوباره یه طلای دیگه پیدا کنم چون فرانکلین بهم قول داده که اگه بازم طلا پیدا کنم هم ماشینای خفن‌تر واسم میخره، همین که یه خونه خیلی بزرگ و اسکیتر به قول خودمون قراره بخریم و اینکه من الان باید برم دوباره دنبال طلا بگردم. ولی چاپ ماها تلاش کرد که دوباره طلا پیدا کنه ولی متاسفانه بعد از چند ماه هیچ طلایی پیدا نکرد و خیلی ناامید شده بود تا اینکه تصمیم گرفت دوباره پیش اون سگ پولداره بره و ازش کمک بگیره. بچه بالاخره سگ رو پیدا کردم. صداش کنم. الو
حاجی بیا اینجا. الو. سلام شاه، از دیدنت خیلی خوشحالم. منم از دیدن خوشحالم. چیزه میخواستم بهت بگم من دیگه نمیتونم طلا پیدا کنم، چیکار کنم؟ و اینکه خواستم یه تشکر ویژه ازت بکنم که باعث شدی کلی زندگیمون تغییر کنه و الان خیلی زندگیم نسبت به قبل بهتر شده. جدی واقعا خیلی خوشحالم. ببین راستیتش یه رازی میتونم بهت بگم. حالا صاحب من چون خیلی پول داره واقعا به این پولا دیگه نیازی نداره. فانوس دریایی شهر رو که میدونی کجاست؟ فانوس دریایی شهر؟ بچه فانوس دریایی که اینا میشن کام بالا شهر بود نزدیک یه جزیره. خب آره میدونم کجاست. ببین زیر اون فانوس دریایی یه گنج هست که کلی طلا وجود داره. خب چه ببین اگه اونو پیدا کنی تا آخر عمرت دیگه نیازی نیست که طلا پیدا کنی و میتونی بهترین خونه رو بهترین غذاها رو داشته باشی. واقعا اگه زیر اون فانوس دریایی من برم میتونم اون گنجه رو پیدا کنم؟ اگه اون گنجه رو پیدا کنم میتونم پولدار بشم؟ آره دقیقاً. فقط سعی کن به کسی نگی، فقط به صاحبت بگو که اینجا یه گنج هست و با هم دیگه بریم اون گنج رو بردارین و بیاریم و به کسی هم نگی. باشه دمت گرم. ایول مرسی، واقعا زندگیمو خیلی تغییر دادی و همیشه مدیونتم. کاری نداره، برو لذت ببر. کره شما بابا، عشق ما دیگه. بچه‌ها برو بریم. گفت یه دونه گنج هست زیر فانوس دریایی بالای نقشه است. من دقیقاً میدونم کجاست. بچه‌ها فقط برم به فرانکلین بگم ببینم فرانکلین میاد، چون تنهایی فکر نکنم بتونم برم اونجا، چون اونجا نیاز به قایق داره. و همون لحظه چاپ رفت خونه و کل داستانو به فرانکلین توضیح داد که با هم دیگه برن این گنج رو پیدا بکنن و فرانکلین هم درخواست چاپو قبول کرد و دست به کار شدن تا برن اون گنج رو پیدا بکنن. و بچه‌ها من و فرانکلین بالاخره تونستیم خودمون رو به اون فانوسه برسونیم و وقتی که اونجا رسیدیم متوجه شدم که واقعا اون سگ راست میگفت و اینجا کلی طلا وجود داره. فرانکلین بیا احساس میکنم این پایینه. بیا بپر پایین. بیا فرانکلین بیا حاجی فکر کنم همینجاست. نگاه بوشو دارم حس میکنم. اوه فرانکلین اینجا رو نگاه کن بچه‌ها، کلی طلا. باورم نمیشه. وای چوب دمت گرم حاجی، اینجا کلی طلا هست. الان این طلاها رو اگه ما برداریم دیگه تا آخر عمر میلیونر هستیم. واقعا خیلی خوشحالم. و بچه همونطور که میبینی الان اینجا خونه جدید ما، یه خونه خیلی خفن، ولی خب فعلا حالا بچه باید ساخته بشه، یعنی فعلا کامل نیست. اینم از داداشم فرانکلین که تازه از استخر در اومده. بچه این خونه خیلی خفنه، کلا خارج از شهر رو و یعنی تکیم دیگه. یه تلسکوپ هم به فرانکلین گفتم بخره که شبا بیام اینجا حداقل ماهو نگاه کنم، ستاره رو، چون به آسمون اینا خیلی علاقه دارم. و ویو خونه فوق العاده است که بچه شب باورتون نشه، ولی این ساختمونی که میبینی این اتاقکه اینجا فقط برای منه، یعنی من برای خودم یه خونه دارم، نه یه خونه خیلی کوچولو. خب بچه‌ها که تا این ثانیه ویدیو رو می‌بینیم مثل همیشه تو کامنت قلب قرمز رو بذاریم ببینم کیا داشتن ویدیو رو تا آخرش نگاه می‌کردن و اگه دوست دارین چالش فقیری و پولداری بازم بزنم ویدیو رو لایکاشو به بالای 5000 تا برسونید و توی کامنت هم بنویسید که نفر بعدی کی باشه. کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم حتما روشن کنید و اگه پیج اینستاگرام من فالو ندارین آیدیش الکسات، حتما پیج اینستاگرام منم فالو کنید و دو تا ویدیو آخرم حتما ببین که خیلی ویدیوهای خفنی ان. خیلی دوست دارم. مراقب خودت باش تا یه ویدیوهای دیگه. بدرود.